Mühim haberlerin unvanları. Urumiye ve İstanbul şəhərdarlarının məşvərəti cəlsəsi. İstanbul'un şəhərdarı polietilen məxzənlərinin tolidi vahidindən بازدید elədi. یک کنفرانسی تشکیل دادن که ما محصولات را به اینها توضیح دادیم. وقتی توضیحات دادیم به اینها خیلی علاقه نشون دادن که بیان دستگروهی از کارخانه بازدید بکنن. دپرم hazırlığı خانه‌های پیش ساخته سیار که در مواقع زمین لرزه هم برای اسکان خانواده‌ها و هم برای بیمارستان صحرایی استفاده میشه خیلی توجه ما رو جلب کرد. İstanbul şəhərdarı Qərbi Azərbaycan olan səfərdə Urumiyə şəhərdarından görüş cəlsədə müdiriyyət şəhri təcrübələri təbadül eləmək cəhətdə və iki tərəfli həmkarlıqları çoxaltmaq barədə bəhs və söhbət elədilər. آقای حسن آکجون استانبولون اروپایی بخشinin şəhərdarı həm də تولیدی polietilen vahidin məhsulatı məxsusən bu sənəti vahiddə پیشساخته evlərin tolidindən بازدید elədi. وقتی تولید ایرانی به درجه‌ای از بالندگی برسه، در نوردیدن مرزها کار سختی نیست. 20 روز پیش شهرداران برخی مناطق استانبول با محصولات یک مجموعه صنعتی از ارومیه آشنا شدند و در کمتر از 3 هفته کار به اینجا رسید. سفر شهردار بخش اروپایی استانبول به ارومیه و بازدید از محصولات پلی‌اتیلن با ویژگی‌های منحصر به فرد جهانی. یک کنفرانسی تشکیل دادن که ما محصولات را به اینها توضیح دادیم. وقتی توضیحات دادیم به اینها علاقه نشون دادن که بیان دستگروهی از کارخانه بازدید بکنن. امروز به خاطر اون اومدن، مخصوصا برای خانه‌های پیش ساخته که در دنیا نیست. این مجموعه صنعتی با تولید 850 نوع کالا یکی از بزرگترین واحدهای تولید محصولات پلی‌اتیلن یکپارچه در دنیا به شمار میره. خانه‌های پیش ساخته پلی‌اتیلن یکی از شاخص‌ترین تولیدات این واحد تولیدیه. دپرم hazırlığı خانه‌های پیش ساخته سیار که در مواقع زمین لرزه هم برای اسکان خانواده‌ها و هم برای بیمارستان صحرایی استفاده میشه خیلی توجه ما رو جلب کرد. این واحد تولیدی در حال حاضر به 35 کشور جهان صادرات داره. دولت ایران و ترکیه به توافق برسیم که از شما ما عوارض و گمرک نخواهیم، محصولاتون بدون عوارض بیاد اونجا. اگر ما بتونیم این موضوع رو حل بکنیم از نظر اقتصادی و ارزآوری برای کشور خیلی عالی خواهد بود.